قیس غم اومد سراغم. الو سلام، چطوری؟ از اول پرسیات مردان دختر دارم، من دختر دارم تو قاب زانونن تیر میکشه. نه ای پیر مرد له شده ای هوای من داره، ای فقط خداش من سرم پناه بشه بره ای زنی بگیر از ای زیرش داره عزیزم. نه هیچ کدومش زنگ نزد، دادا کوکوهات هیچ کی زنگ نزد. من که مردم اون موقع قدرم میدونی. فقط صبحی رحیم بچه اومد بردن دکتر، زن با سگ بیشرفش میدونست من مریضمه که بگی یه کاسه سوپی بری من فرسیده باشه. حالا مدام میخواست فقط قومای خودش بود. نه می تو سفره پهن میکرد، ایور اوور آش میفرسید، الهی که به حق 5 دم فقط چریک بکنه. ها رحیم بچه خودش خوبه. وای داغ رحیم من کشت. نه بفرما کیه؟ نه زن رحیم اومده. عزیزان سلام، چطوری؟ خوبی؟ بفرما بشین. نه خداحافظ. حالا خواستی بیای برنج و گوشتم برنده بیار. آره برو، خدا سایه نگه داره بالای سر بچه‌هات. ببی عزیزان خداحافظ. عزیزان والا روزی 5 بار ننه زنگ میزنه، اقعی بچه من ناراحت نگران منه. نه چه آوردی؟ سوپ؟ حالا راستیتش من خیلی اهل سوپ نیستم، میخورن ترش میکنن، به معدن نمیسازه. بیشی عزیزم بیشی. بای رحیم برای بچه ها چای بیار. برو با افتخار شکل بلند.